فسلام و کلام و موعید فلقا. شاعر عرب باز چی میگه؟ نظرتون نظر کردی، فابتسامتون. دویم چیزی که یکم چیزی زنا سر می شود از نظر کردن. چیزی که نظر میکنیم امروز جوانای عزیز، زنها را نظر میکنیم و شهوت مکشاده می شود، لذت میبریم. اولی سرشوی زنا از نظر کردن سر می شود. یکم نظر، دوم فابتسامتون. دویم سبب زنا کردن این تبسم است. وقتی نگاه که کردی با اون دختر یک تبسم میکنی. سومش یک فسلام، سلام میکنی. اینو چگونه ای که دخترای ما و شما پروا ندارن، همسیز مای فلانی مای همسایه مای دست شما میقپیم دیگر. آخه دست زن قپیدن برابر همه شما مردین، همه میفهمین. آخه یک ریاکسیا دارد، حالا وجود مرد دیگرگون میکنه. برای چی اسلام اجازت نمیدهد که مرد با زن بیگانه سلام نکند؟ و همین خاطر است که عاقبت زنا است، که عاقبتش شرمندگی است، عاقبتش آبروی تاجی ریزاندن است، عاقبتش آبروی پدر و مادر و شوهر ریختن است. برای میگه سلام نکن. سیوم چیزی که زنا را میبرد سلام است میگه. چهارم چیه؟ و کلامون. بعد نزدیک آمده و گپ زدن است، یکدیگر خیلی صحبت کردن بگیرن. چهارم پنجم فموعیدون. بعد جای موعید، جای همون که زنا باید که آشکار شود، همونجا را اعلام میکنیم که به فلان جا را بیا. ششم جاش فلقا، انا اونجا بعد زنا برقرار میشود. بین اصل اولش از چی بود؟ از نظر کردن بود. برادرای عزیز، برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمانیم. ما و شما باید غیرت اسلامی داشته باشیم. بیا کاری کنیم که همین پیش راه زنا را گیریم. در خوجند ما دعوت شدیم، معرکه دولتی بود، ما را حکومتدارا به خوجند دعوت کردند که در خوجند یک معرکه شد به نام تن فروشی زنها، که امروز شما میدانید به غمخواری همین حکومت و غمخواری سردار دولت قریب 500 تا فاحشه ها را از دبی با پول خودشان حکومت آوردگی است. همین در خوجند همین مجلس که داشت، اکثریت زنهای تنفروش از خوجند بوده است. از ولایت خزان فقط یک نفر بود. و تمام ملاها مراجعت کردند که پیش راه همین گیریم. همونجا برآمدها شد، گفتند که اصلش همین است. اصلش همین است که مثال لباس های نادرسته که امروز میپوشن خودشان آرا و تارا میتن، خواهی نخواهی دیگر عاقبتش چی میشود؟ عاقبتش به تنفروشی و به مملکت های خارج رفته و آبروی تاجی ریزاندن است. یکم حق، من در این اطراف دیگر صحبت زیاد نمیکنم، یکم حقی که مردها در دوش خود دارن از پشت زنها، این است که لباس هاشون را تامین کنیم. چگونه ای که برای خودمان لباس تامین میکنیم، برای زنها ما هم باید که لباس هاشون را تامین کنیم. دوم چی است؟ ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن. طعام خوردیم، شکمی خودمان سیر شد، فکر خوردن زن مانم در خیالمان باشد. تأمینات خانه هم در ذمه ما باشد. امروز سوالها بیاید در جمعه ما که دامنای عزیز من فلانی یک خواهر اسلامی هستم، 2 سال شد شوهرم رفیع رفته است، نه نفقه است نه یک خبر است و فقط رفیقاش میآید میگوید با فلانی در همجا زندگی دارند. آیا همین جوانمردی است؟ آیا همین نشانه اسلامی است؟ وقتی اون نفقه او در گردن تو فرض است، تأمینات او در ذمه تو فرض است، این یک جبر در حق همون زن بیچاره است که بیچاره را به همون حال خودش پرداخته و سالها و 2 سال و 3 سال پشت کدام زنی عروسی دیگر را گرفتگی و از پدر و مادر و از زن و فرزند خودش فراموش کردگی است. از این در بدبختی و از این در خدازدگی باور وجود ندارد. دوم حقی که زنها بالای ما دارند این است که طعامهاشون ما باید که آماده کنیم. هیچ وقت زن باید که از طعام کمبودی نداشته باشد. سوم چیز ولا تضریب الوجه. رسول اکرم گفت سیوم حقی که زنها دارد این است که شما جوانای عزیز حقوق ندارید که زنها را لطف کوب کنید. زنها را زدن در چهره، زدن سیاه و کبود کردن حق نداریم ما و شما. و ضربهن غیر مبرح گفت پیغمبر. اگر شما خواهید که یگان زنی بی آداب باشد، زنی گپگردان باشد، زنی که چند بار پیشنهاد میکنید قبول نمیکند، اگر شما خواهید که تعلیم شان دهید، چنان زنید که درمند کننده نباشد.
مقصد چنان زنی است که درمان کننده نباشد. حتی شارح‌های حدیث میگوید رسول اکرم گفتن با سه چیز زن زنید. یکم نمی دستمالی که دستاتون را پاکیزه بکنید. دوم گفتن مسواک چوب، همون زبنای شاتکه‌ای که دارید انا همون گپ با مسواک چوب. سوم گفتن در جای ملایمیش گفتن یک چپات زنید، جایی که یعنی سیاه و سفید نشود. این هم حقوق زنها را نشان میدهد. در همین حالتایی که اگر بی آدابی کنند شما را گوش ناندازند، علمیش شما درشان کنید. یعنی بیهوده و بهوده باید دشنام دادن و یا مثال زدن اسلام اجازت نمیدهد. این حقوق زنها بالای مردها. ولا تقبح. چهارم حقی که زنها بالای ما دارند این است که ماها حق نداریم پدر و مادری را دشنام دهیم. ماها حق نداریم خواهر و اپای را دشنام دهیم. برادر عزیز تو کی را دشنام داری؟ پدر و مادری او را دشنام دادن، پدر و مادری را دشنام دادن. خواهر و اپای را دشنام دادن او برای تو علاقه دیگر نزدیکترین شخص هستند. نکاح اونا برای تو علاقه حرام است. تو کی را دشنام داری؟ اپا و زن خواهر تا. اینا را اسلام بخصد نمیتد شما اجازت نیست میگه که شما زنهاتون را دشنام کنید. ولا تهجر الا فی البیت. پنجم حقی که زنها بالای شما دارد این است که اگر میبینید که زن هر چی استفاده میبری عبرت نمیگیرد، میگویی که مثال به اجازت من فلان کار انجام ندید، به اجازت انجام دادید. این حالت در گفتن حضرت در همون خانه‌ای که زن خواب است همون خانه در گفتن جایگاه خواب جدا کنید. جایگاه خواب جدا کنید یعنی وای در یک کنار خانه باشد تو در کنار دیگری خانه، تا که وقتی میبیند جایگاه خواب است همون زن عبرت گیرد که در اصل من کار نادرستی را انجام دادم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله باز طعام هاتون نخورین. حضرت ها هستن صحبت میکنن. صحبت هم ان شاء الله هر ساعتی اگر زاید هم کنین صحبت ها وجود دارن. لیکن گفتی همون شاعر که صحبت خوش زهر چه مرغوب است، شیوه اختصار مطلوب است. سخن خوب در اصل انسان در رغبت میارد. ساعتهای میگذشتگیش میگه هیچ درک نمییابد. لیکن حضرت ما را تاکید کردن شاعر که کمترش بهتر است. برای چی؟ گفتن شهد اگر چه نفع دیگران دارد، همین عسل اگر کتاب طب پیغمبر ورق زنیم در هر یک سخنش گفتن با عسل طبابت کنیم، با عسل طبابت کنیم. شاعر میگه شهد اگر چه نفع دیگران دارد چون ادام پر خوری زیان دارد. همین شهد اگر چند زیاد که خوردی با ضررش در شما پیدا میشن. یعنی هر چی صحبت من کمترش برای اون انجام میدم همون مغزی سخن من برای شما میرسانم و دیگر همه آن چیزی که گفتیم به شما حوالش میکنم. اگر عقلهای سالم و عقلهای درک میکردگی باشند انشاءالله همین کمی که اگر به گوش شما رسید در همین عمل کنین انشاءالله برای شما خیلی فایده آورد. ولی اگر عمل نکنین تا روزی که من صحبت کنم هیچ فایده ای ندارم. اینم چوب کامل بکنم انشاءالله خیر مردم در اون تمام بارک الله. بزرگان میگویند هوش اگر بر جا بود هر مو بر اعضا عبرت است. کسی که عقل سلیم داشته باشد خیلی از این سخنان دره که اینها برای مرد متدین، برای مردی بناموس از هر جنبه های منفعت و ضرر و شرف خیلی بیانات شد. و برامین بهترین این مجلسی که بازم تکرار یکم باری میگذره که این مجلس همین محله است. خداوند توی سعید را مبارک بگرداند. همین خودش مبارک است که ابتداش و برکت است. یک مجلسی که سراسر ذکر یاد خدا و
معروف و منفعت های خدا برای ما و شما ذکر شد. یک زیر طعام داشته باشه برای برادران که همه منتظر هستند وقتی طعام است